رمزگشایی، بررسی، تحلیل. خوش اومدید به پرنا، جایی که پشت پرده قدرت رو براتون آشکار میکنه. در تاریخ آوریل 2022 ارتش امریکا اعلام کرد که شرکت‌های سیکس ساور و ورتکس آپتیکس برنده مناقصه NGSW شدند. برنامه‌ای که هدف ازش جایگزینی مهمات 5.56 میلیمتری ناتو، تفنگ M4 کاربین و تیربار سبک M249 بوده که طرح شرکت سیکس ساور شامل 3 بخش: تفنگ XM7، تیربار XM250، مهمات 6.8 در 51 میلیمتر و طرح شرکت ورتکس آپتیکس هم شامل سیستم کنترل آتش XM157 هستش. اما چرا ارتش امریکا پس از سالها تصمیم گرفت سلاح‌ها و مهمات جدید و همینطور یک سایت اپتیکی پیشرفته رو وارد خدمت بکنه؟ در این ویدیو ابتدا به دلایل این تغییر میپردازیم و سپس تمام جزئیات این پروژه رو بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم به بررسی این موارد بپردازیم، مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو هم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوهامون با خبر بشید و اگر از محتوای کانال پرنا لذت میبرید با دیگران به اشتراک بگذاریدش. خب حالا آماده بشید تا بریم سراغ اصل مطلب. پلتفرم سلاح M16 و مهمات 5.56 میلیمتری در انواع مختلف از سال 1964 در خدمت نیروهای مسلح آمریکا بودند. در 2 دهه گذشته دست کم در 2 برنامه جداگانه ارتش آمریکا قصد داشت که سلاح و مهمات جدیدی را به خدمت بگیرد تا بتواند آن را جایگزین تفنگ‌های M16A2 و M16A4 و سری M4 کاربین کند. برنامه‌های XM8 و تفنگ لوله کوتاه انفرادی یا ایندیویدوال کاربین این برنامه‌ها بودند که مورد اول به دلیل هزینه‌های بالا و مسائل لوجستیکی و مورد دوم به نفع ارتقای M4A1 کاربین کنار گذاشته شدند. به عبارتی M4 کاربین که از سال 1997 به صورت رسمی توسط ارتش آمریکا استفاده می شود، در طول زمان بر اساس تجارب کسب شده در پروژه های مذکور و رفع معایب بارها مورد بازبینی و ارتقا قرار گرفت. این روند ارتقا نه تنها بر روی M4 بلکه بر روی مهمات 5.56 میلیمتری نیز انجام پذیرفته تا توانایی نفوذ و مؤثر واقع شدنشان در میدان نبرد افزایش چشمگیری یابد. اما در سالهای اخیر و با پیشرفت‌هایی که در زمینه طراحی و ساخت جلیقه‌های ضد گلوله در کشورهایی چون چین و روسیه به وجود آمده و همه‌گیر شدن آن در سرتاسر جهان و تجربیات عملیاتی آمریکا در جنگ‌های اخیر، ارتش امریکا به سوی تحقیق و راه‌اندازی پروژه‌ای سوق داد تا مهمات جدیدی را به خدمت بگیرد که توانایی نفوذ در جدیدترین جلیقه‌های ضد گلوله را داشته باشد. در راستای این مورد بر اساس گزارش‌هایی که توسط ارتش آمریکا منتشر شده بودند، مهمات 5.56 میلیمتری که از تفنگ M4A1 شلیک میشوند نمیتوانند به خصوص در بردهای متوسط در جلیقه‌های ضد گلوله مورد استفاده چین و روسیه نفوذ کنند و از آنجایی که بیش از این ارتش نمیتوانست طرح M4A1 کاربین و مهمات 5.56 میلیمتری را ارتقا دهد و به کارگیری سلاح‌ها و مهمات جدید مقرون به صرف تر بود، در سال 2017 برنامه NGSW یا تسلیحات نسل جدید جوخه را آغاز کرد. این پروژه 4 بخش داشت. بخش اول تفنگ پیاده، بخش دوم مسلسل سبک، بخش سوم مهمات و بخش چهارم سیستم کنترل آتش اپتیکی.
درباره سیستم کنترل آتش اپتیکی نیز باید گفت که هدف از ساخت چنین سیستمی کاهش هزینه‌های ارتش برای خرید تجهیزات جداگانه‌ای چون سیستم‌های نشانه‌روی مادون قرمز مانند پک 15 مسافتیاب لیزری و از این قبیل تجهیزات و آنها سیستم اپتیکی می‌خواستند که این تجهیزات جانبی با آن یکپارچه شده و از سوی دقت تیراندازی سرباز را در میدان نبرد افزایش دهد. این برنامه با شرکت‌های سازنده مطرحی در سال 2017 آغاز شد. در بخش تسلیحات و مهمات شرکت‌های سیکس ساور، لان استان فیوچر وپنز و برتای آمریکا، تکسترون سیستمز و در بخش سیستم کنترل آتش شرکت‌های السه هریس تکنولوژیز و ورتکس آپتیکس برای رقابت انتخاب شدند که سرانجام در آوریل 2022 پس از پایان فرایند اولیه آزمایش‌ها ارتش آمریکا طرح سلاح‌ها و مهمات شرکت سیکس ساور و طرح سیستم کنترل آتش ورتکس آپتیکس را به عنوان شرکت‌های برنده مناقصه NGSW برگزید. این تفنگ که در ابتدا با نام XM5 شناخته می شود در واقع یک نمونه اصلاح شده از طرح MCX شرکت سیکس ساور است که برای شلیک مهمات 6.8 در 51 میلیمتری هایبرید طراحی شده است. قنداق این سلاح از نوع تلسکوپی تاشونده به بغل است و تیرانداز می تواند بر اساس نیازش ابعاد قنداق را تغییر دهد. سیستم گازی سلاح نیز از نوع پیستون کورس کوتاه است که تیرانداز میتواند آن را بر اساس حالتهای معمول یا زمانی که تفنگ به ساپرسور SLX مجهز است تنظیم نماید. برای افزایش دقت تیراندازی لوله 13 اینچی و همینطور محافظ دست یا هندگارد طراحی فری فلوت یا شناور دارند که هندگارد نیز از نوع املاک بوده که به تیرانداز اجازه نصب ریل های پیکاتینی برای نصب تجهیزات جانبی را میدهد. این تفنگ از مکانیزم گلنگدن چرخشی بهره میبرد و از خشاب‌های مشابه SR25 با ظرفیت 20 یا 25 گلوله میتواند تغذیه شود. به دلیل تشابه اهرم‌های ناظم آتش و برخی دیگر از قسمت‌های سلاح با تفنگ M4 روند آموزش سربازان نیز تسریع خواهد یافت. از جمله این تشابه‌ها اهرم‌های مسلح سازی، ناظم آتش، رها کننده خشاب و رها کننده گلنگدن هستند که در این میان برای سهولت به کارگیری در بین تیراندازان چپ دست اهرم مسلح سازی، اهرم ناظم آتش و اهرم رها کننده خشاب به اصطلاح به صورت دو دست توان طراحی شده‌اند. طول کلی این سلاح نیز برابر با 914 میلیمتر بوده و وزن آن بدون ساپرسور و سیستم کنترل آتش XM157 چیزی در حدود 3.8 کیلوگرم است که در صورت اضافه شدن ساپرسور و سیستم کنترل آتش مذکور وزن این سلاح چیزی در حدود 6.6 کیلوگرم خواهد که این مقدار در مقایسه با M4A1 کاربین مجهز به اپتیک، ساپرسور و متعلقاتی چون سیستم نشانه روی لیزری در حدود 5 کیلوگرم است. سرعت دهانه سلاح نیز چیزی در حدود 915 متر بر ثانیه عنوان شده که کمی بیشتر از M4 است، با این تفاوت که مرمی مهمات 6.8 فشار و انرژی بیشتری وارد می کنند و از این رو لگد ناشی از شلیک افزایش یافته، با این تفاوت که قدرت بازدارندگی بیشتری ایجاد می کند. سلاح دیگری که بخشی از برنامه NGSW به حساب می آید تیربار سبک XM250 است که در ابتدا قرار بود جایگزین تیربار سبک M249 و تیربار چند منظوره M240 شود که بر اساس آخرین تغییرات در برنامه تنها جایگزین M249 خواهد شد. وزن کلی این تیربار بدون مهمات برابر با 5.9 کیلوگرم است که در صورت استفاده از ساپرسور SLX به 6.6 کیلوگرم خواهد رسید که در مقایسه با M249 که وزن آن بدون مهمات 8.9 کیلوگرم بوده سبکتر است.
این تیربار نیز مانند XM7 دارای اهرم کنترل آتش و مسلح سازی با طراحی دو سویه است، به این معنا که تیراندازان چپ دست نیز بدون هیچ مشکلی می توانند با این سلاح شلیک کنند. همچنین این تیربار نیز از محافظ دست با طراحی املاک بهره برده و کاربر این تیربار می تواند آن را به ریل پیکاتینی برای نصب تجهیزات جانبی مجهز نماید. در بخش مسلح سازی و مهمات گذاری دو ویژگی خاص برای این سلاح تعریف شده. اول نوار فشنگ آن است که مجهز به قاشقک برای گلوله گذاری مجدد بدون نیاز به باز کردن دریچه محافظ است که مهمات گذاری سریعتر را برای تیرانداز ممکن می سازد. اما از سوی دیگر برخلاف M249 که دارای لوله تعویض سریع است، لوله XM250 قابلیت تعویض سریع ندارد. این مسئله میتواند در شرایط نبرد طولانی مدت یک محدودیت محسوب شود، زیرا امکان جایگزینی سریع لوله برای کنترل گرمای ناشی از شلیک ممتد وجود ندارد. همچنین قنداق XM250 از نوع تلسکوپی بوده اما قابلیت تاشوندگی به بغل را ندارد. با این حال طراحی مدرن‌تر، وزن کمتر و قابلیت نفوذ بالاتر مهمات 6.8 میلیمتری آن را به یک گزینه جذاب برای جایگزینی M249 تبدیل کرده است. مهمات 6.8 در 51 میلیمتر یا 277 فیوری توسط شرکت سیکس ساور برای برنامه NGSW توسعه یافته است. این فشنگ با هدف جایگزینی مهمات 5.56 میلیمتری ناتو طراحی شده تا قدرت تخریب و برد بیشتری داشته باشد. یکی از ویژگی‌های کلیدی آن فشار بالاتر نسبت به مهمات سنتی است که به افزایش سرعت دهانه و قدرت نفوذ کمک می‌کند. یکی از ویژگی‌های خاص 6.8 میلیمتری استفاده از پوکه هایبرید است که ترکیبی از فولاد و برنج میباشد. این طراحی به مهمات اجازه میدهد فشار بیشتری در حدود 80,000 PSI را تحمل کنند، در حالی که مهمات سنتی 7.62 در 51 میلیمتر ناتو معمولاً فشار 62,000 PSI را تحمل میکنند. این افزایش فشار باعث می شود که سرعت دهانه این فشنگ حدود 915 متر بر ثانیه یا 3000 فوت بر ثانیه باشد که باعث بهبود دقت و برد آن در مقایسه با 5.56 میلیمتر و حتی 7.62 میلیمتر می شود. برد مؤثر این فشنگ در حدود 1000 متر تخمین زده شده است که به نیروهای پیاده امکان درگیری در فاصله های دورتری را میدهد. وزن هر فشنگ 6.8 بسته به نوع پوکه متفاوت است که بر اساس نوع مرمی بین 20 تا 25 گرم وزن دارد که در مقایسه وزن فشنگ 5.56 میلیمتر ناتو 12 تا 14 گرم و 7.62 ناتو حدود 24 تا 26 گرم است. این یعنی 6.8 در 51 میلیمتر از 5.56 سنگین‌تر اما از 7.62 کمی سبکتر است. در حالی که این مهمات قدرت و برد بیشتری دارد، اما به دلیل وزن بالاتر هر فشنگ سربازان می توانند تعداد کمتری از آن را حمل کنند. با این وجود نفوذ بالا، برد مؤثر بیشتر و کاهش نیاز به شلیک‌های اضافی باعث شده که ارتش آمریکا این فشنگ را برای آینده نیروهای مسلح خود انتخاب نماید. سیستم کنترل آتش XM157 که توسط شرکت ورتکس آپتیکس توسعه یافته، یک اپتیک هوشمند و پیشرفته است که برای سلاح‌های XM7 و XM250 طراحی شده است. این سیستم جایگزین اپتیک‌های سنتی شده و دارای محدوده زوم متغیر 1 تا 8 برابری است که هم برای نبردهای نزدیک و هم برای فاصله‌های دور مناسب است.
یکی از ویژگی‌های کلیدی XM157 میدان دید دیجیتالی و نمایشگر داخلی است که اطلاعاتی مانند فاصله تا هدف، سرعت باد، میزان افت گلوله و تنظیمات بالستیکی را به صورت خودکار نمایش داده و از سوی دیگر رتیکل متغیر آن این امکان را می‌دهد که متناسب با چشمان تیرانداز زاویه آن به صورت خودکار تغییر کند. همچنین این سیستم قابلیت نمایش نقاط هدفگیری متحرک برای درگیری با اهداف در حال حرکت را دارد و مجموع این ویژگی‌ها به تیراندازان کمک می‌کند تا در شرایط مختلف هدفگیری دقیق‌تری داشته باشند. علاوه بر این XM157 دارای یک مسافت‌یاب لیزری داخلی، حسگرهای محیطی و کامپیوتر بالستیکی پیشرفته است که به طور خودکار بهترین تنظیمات را برای تیرانداز محاسبه می‌کند و سرباز می‌تواند با اتصال آن به کامپیوتر رتیکل مورد نظر خود را به کامپیوتر این اپتیک وارد سازد. ارتش آمریکا با اجرای برنامه NGSW گام بزرگی در بهبود قدرت آتش، دقت و کارایی سلاح‌های سبک پیاده نظام برداشته است. XM7 به عنوان جایگزین M4 و XM250 به عنوان جایگزین M249 هر دو از فشنگ 6.8 در 51 میلیمتر استفاده می‌کنند که قدرت نفوذ، برد و دقت بالاتری نسبت به 5.56 میلیمتر و حتی 7.62 میلیمتر ناتو دارند. با توجه به تجهیز نیروهای متخاصم به جلیقه‌های مقاومتر، استفاده از این مهمات جدید باعث می شود که نیروهای آمریکایی برتری تسلیحاتی بیشتری در درگیری‌های برد متوسط و بلند داشته باشد. البته وزن بالاتر فشنگ‌ها و ظرفیت کمتر خشاب‌ها ممکن است چالشی برای سربازان ایجاد کند، اما افزایش دقت و قدرت تخریب این نقطه ضعف را جبران می‌کند. سیستم کنترل آتش XM157 نیز یک تحول اساسی در بهبود دقت تیراندازی و افزایش آگاهی محیطی سربازان محسوب می‌شود. این سیستم با رتیکل متغیر دیجیتال، مسافت‌یاب لیزری، کامپیوتر بالستیکی و سنسورهای هوشمند به تیرانداز اجازه می‌دهد بدون نیاز به تنظیمات دستی پیچیده با دقت بالا و در شرایط مختلف هدفگیری کند. طبق برنامه منتشر شده توسط ارتش آمریکا، این نیرو قصد دارد 111428 قبضه XM7 و 13443 قبضه XM250 به همراه 124749 سایت کنترل آتش XM157 خریداری نمایند. روند جایگزینی سلاح‌ها و مهمات جدید با سلاح‌های کنونی نزدیک به یک دهه طول خواهد کشید و فعلا خبری از سفارش آن توسط دیگر بخش‌های نیروهای مسلح نیست، با آنکه تعدادی از پرسنل دیگر واحدهای نیروهای مسلح آمریکا در طول مرحله آزمایش‌های برنامه NGSW شرکت داشتند. وارد شدن این تسلیحات به خدمت ارتش آمریکا در میدان نبرد از نظر برد، دقت و قدرت آتش برتری محسوسی نسبت به تسلیحات نسل قبلی گذشته و فاصله تکنولوژی بین آمریکا و رقبای جهانی خود را بسیار افزایش خواهد داد. با این حال هزینه بالای این سیستم ها، رفع معایب و همینطور نیاز به آموزش نیروها برای استفاده بهینه از آنها چالش هایی هستند که ارتش باید بر آنها غلبه کند. و در آخر تحویل این تسلیحات به نیروهای پیاده آغاز شده و گردان یکم هنگ 506 پیاده جمعی لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا به عنوان اولین کاربر این تسلیحات شناخته می شود که در مارس 2024 اعلام شد که به این تسلیحات مجهز شدند. خب دوستان، به پایان ویدیو رسیدم. امیدوارم مثل همیشه از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. آیا فکر میکنید ارتش امریکا بالاخره میتونه سلاح سازمانی و کالیبر استانداردشو بعد از 62 سال تغییر بده، یا اینکه این برنامه ها مثل بقیه پروژه ها در گذشته به بایگانی منتقل میشه، یا اینکه فکر میکنید این پروژه موفق میشه و باعث میشه تا دوران جدیدی رو در دنیای تسلیحات انفرادی به راه بندازه؟
تو کامنت ها برام بنویسید که درباره این موضوع چی فکر میکنید. همتونم از صمیم قلب دوست دارم و تا برنامه بعد بدرود.